السلام علیکم شنونده های ارجمند. به توجه شما گفتار از سلسله خوانش ادبی، قرائت کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، کتاب یکم، گفتاری دویم. متاسفانه برخی از محققان ملتگرای خارجی هنوز به این سنتی از دهان مانده علمی پیروی می کنند. گذشته از این، روشنفکران کشورهای همسایه و همزبان، علل خصوص برادران ترک زبانی ما، از فیض و برکت استقلالیت و خودشناسی ملی روح بلند گشته به تاریخ و تمدن گذشته خلقشان بیشتر روی می آورند. این اقدام در اصل باعث افتخار و سرفرازی است، ولی از آن می توان تأسف خورد که در نگارش تاریخ بعضاً زیاده روی و گذشتن از حد انصاف به نظر می رسد. ما هرگز دعوای ملتگرایی، شاوینیسم ملی یا بزرگ دولتی نداریم. به ارزش‌های ملی، میراث تاریخی و دستاوردهای فرهنگی برادران همزبان و همسایه‌های دور و نزدیکی خود از روی طمع یا غرض ناجا بها نمی‌دهیم. بگذار حق به حقدار برسد و عدالت تاریخی میان ما داور باشد. ما فقط می خواهیم که تاریخ گذشته ملت و دولت و دولتداری امان را خوبتر آموزیم. همچون دولتی صاحب استقلال ملی از چنگاری کرختی و بیگانه پرستی ها رهیده به قدر تمدن و ارزش‌های فرهنگی، زبان ملی و شعر و سخن عالمگیری نیاگان برسیم. در زیر پرچم گذشتگان بزرگ خیش گرد آمده استقلالیت و یکپارچگی وطن عزیز، اتحاد و وحدت همگانی را پیشه نماییم و دولتی واقعاً حقوق بنیاد، دموکراتی و دنیوی را بنیاد سازیم. تاجیکستان صاحب استقلال طرفدار سیاست اعتراف و احترام معیارهای حقوق بین الخلقی، مداخله نکردن به استقلالیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای دیگر، گسترش همکاری‌ها و روابط متقابلاً سودمند با همه دولت‌های جهان، صرف نظر از ساخت دولتداری و راه پیشگرفته آنها بوده، منفعت‌های ملی، ارزش‌های فرهنگی و تمدن دیرینه تاجیکان را در عرصه جهانی پشتیبانی می نماید. ما نمی خواهیم که راه پیشگرفته، ایدئولوژی و سیاست فرهنگی یگان دولت خارجی، خواه و دولت ترقی کرده باشد، خواه رو به انکشاف، خواه دینی باشد، خواه دنیوی، خواه همسایه باشد، خواه کشوری دوری ابرقدرت، بر دوش خلق ما و دولت ما زوراً بار کرده شود. تاریخ 70 ساله اتحاد شوروی که غالباً سیاست استقلالیت محدود ملی را پشتیبانی می کرد، ثابت ساخت که سیاست فرهنگی و ایدئولوژی به طور صنعی بر دوش خلقیت و ملت‌های متمدن بار شده عاقبت به شکست می رسد. زیرا ایدئولوژی ساخته و سیاست فرهنگی زورکی به ارزش‌های معنوی، اخلاقی و روانی خلقیت و ملت‌های گوناگون چندان سازگار نبود. ناشکری نشود
در دوران شوروی بعضاً معیارهایی وجود داشت که به زندگی مردم و سنت‌های اجدادی ما موافق نمی آمد. بلیتی پرتیوی در بغل، روز اتئیست می شدیم، شب خداپرست و تقوادار، یا خود اشخاصی منصبدار و حزبیان نامی را پنهانی جنازه می کردیم و سپس در تابوتی 4 گوشه کاستیوم پوشانیده تا لحد می بردیم و بعد کفن پیچ نموده به خاک می سپاریدیم. از این لحاظ اگر کلی تدبیرهای پیش گرفته دولت از ایدئولوژی موجوده سر کرده تا سیاست فرهنگی و دینی، ارزش‌های ملی، سنت‌های اخلاقی، رسم و آیین، عقیده و زندگی هر روزه مردم موافق نباشد، رسیدن به استقلالیت واقعی و دولت و دولتداری ملی امری است محال. تاریخ تمدن بشری گواه است که خودشناسی و افتخار ملی پایدیواری بقای ملت صاحب احترام و با فرهنگ است. ملتی که زبان، تفکر ملی، تاریخ و ادبیات، رسم و آیین و ارزش‌های فرهنگیش را قدر نمی کند، پایه‌های استقلالیتش را نیز چندان دیر پشتیبانی کردن نمی تواند. گم کردن خاطره تاریخی، قدر ننمودن گذشته پر افتخار ملت و سنت‌های والای آن، محدودیت شعورناکی تاریخی و حفظ نکردن ارزش‌های فرهنگی و میراث بای نیاگان، حسی مسئولیت و جوابگری را از دوش کس در نزد امروز و فردا دور نمی سازد. ملتی که خاطره تاریخی و هویت ملیش را پاس نمی دارد، خواه و ناخواه گرفتاری سرنوشتی تلخ و فاجعه بار گشته، حتی پایداری دولت و استقلالیت ملیش را زیر خطر می گذارد. بیایید چندان دور نرویم و قسمت فاجعه باری ملت تاجیک را در آغاز بی سر و سامانی های جنگ شهروندی یادآور شویم. در تاریخ یگان فاجعه تلختر از جنگ بین فرزندان یک ملت نیست. قوه‌های بدخواه داخلی و خارجی مردمی زودباور و صافدلی ما را به گرداب جنگ و خونریزی کشیده، در بین منطقه‌های جداگانه و قوم‌های با هم دوست تخم عداوت و نزاع کشتند. محض بی‌خبری از تاریخ ملت و دولت، نرسیدن حس خودشناسی، افتخار ملی و وطنداری، پشت پا زدن دستاوردهای استقلالیت و سبقهای اتحاد و یگانگی بود که دشمنان ملت تاجیک توانستند جوانانی بی تجربه و خونگرم را گاه با تأثیر پول و سرمایه، گاه با یاری ترغیبات غرضناک و یک طرفه دینی، گاه با بیدار کردن حرص وحشیانه قصاصگیری، غارتگری و غصب مال رقیب به هنگامه جنگ شهروندی و یکدیگر کشی کشیده، نقشه نابود ساختن دولت و ملت تاجیک را طرح‌ریزی نمایند. این جنگ بی‌معنی غیر از آوارگی و سرسانی، غیر از عداوت و خانویرانی، غیر از تلفات جان جوانان به ما چیزی نداد. راه‌های آباد ویران گردیدند، کوپرک‌ها ترکیدند، خانه‌ها سوختند، اموال کارخانه‌ها به غارت رفت، دهشت گرسنگی در جمهوری دامن افراخت. هزارها جوانان نوخط قربان شدند، هزاران عائله‌ها بی سرابان ماندند و شماره یتیمان و طفلان بی پرستار باز 60,000 نفر افزود. در حالی که دولت‌های صاحب استقلال همسایه به ساختن راه‌های آهن و ماشینگرد، کشیدن خطهای انتقال نفت و گاز، استخراج معدن
و دیگر مسائل پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات کشورشان مشغول بودند، در تاجیکستان هنگامه‌های یکدیگر کشی اوج می گرفت. جنگ و نبرد و سنگرنشینی‌های دسته‌های مخالفین گسترش می یافت. صدای تیر و تفنگ و توپ و تانک خلق آسایشته را به هراس می افکند. جنگ شهروندی ما را به ورطه دهشتباری بحران سیاسی، اقتصادی و معنوی تیله داده خطری از بین رفتن دولت و ملت تاجیک را پیش آورد. خطری پاره‌شوی ملت، پاره‌شوی سرزمینی یگانه و حتی همچون دولتی صاحب استقلال از خریطه سیاسی عالم ناپدید شدن تاجیکستان رهبریت جمهوری را وادار نمود که از جنگ و جدال و زوراوری همچون وسیله به اعتدال آوردن جامعه دست کشیده روند صلح و سازش، آشتی ملی و وحدت همگانی را پیگیرانه عملی نماید. سیاست وحدت ملی و صلح و سازش با راه آسایشته حل نمودن اختلاف سرزده میان تاجیکان و نهایت بازگرداندن فراریان و گریزه های اجباری از روزهای نخستین طرفداران و مقابلان خود را داشت. حکومت تاجیکستان با وجود دشواری و محرومیت ها به خاطر وحدت ملی و سرجم نمودن خلق بی این هم کمشماری تاجیک همه تدبیرهای امکان پذیر را اندیشید. خوشبختانه راه دراز، پرمشقت و بسا مشکل اختلافات میان تاجیکان انجام یافته برای صلح و سازش، وحدت همگانی و بازگردانیدن فراریان اجباری از خاک افغانستان فضای مساعد سیاسی فراهم آمد. و روز 16 نوامبر سال 1997 آخرین گریزه از افغانستان توسط قطاره از راه ترمیز به وطن برگشت. کمیسیه آشتی ملی با سروری جناب سید عبدالله نوری به کار شروع کرد. نمایندگان اتحاد مخالفین در هیئت حکومت جمهوری و مقامات مسئول دولتی به فعالیت پرداختند. صلح و سازش و وحدت ملی از سخن به عمل پیوست. به منطقه های دور و نزدیک، به کلبه و کاشانه ها به دل و دیده مردم راه یافت. ترس و هراس از ضمیر خلق ناعیان بیرون رفت. تاریخی به امضا رسیدنی سازشنامه عمومی استقرار صلح چون عید عمومی خلقی ساکنان جمهوری در سراسر تاجیکستان استقبال گرفته شد. دوران نوین دولتداری ما آغاز یافته، بنیادکاری و سازندگی و آبادانی کشور به حکم عنعنه درآمد. برنامه‌های استقلالیت آذوقواری، اصلاحات اقتصادی، استقلالیت انرژتیکی و کمونیکاسیونی، احیای راه ابریشم و بنیاد خط نوی راه آهن، به استفاده دادن کانی گزی خواجه سرتیز و دهها کارخانه‌های خرد و بزرگی صناعتی بشارتی بود از دستاوردهای دولتی صاحب استقلال تاجیکستان که از فیض و برکت صلح و سازش و وحدت ملی برایمان میسر گردید. گمان می کنم که به این عملی خیر تاریخ آینده ملت و نبیرگان و ابیرگان ما بهای مناسب خواهند داد. تاریخ گواه است که چی در شرق و چی در غرب مملکت‌های زیادی
به خاطر پایدار ماندن مقام سیاسی و نفوذ دولتداری خیش از شهروندان فراری و ترک وطن کرده اشان کاملا روی تافتند. ناگفته نماند که موافق معلومات نوبتی سازمان ملل متحد الحال در جهان بیش از 50 میلیون گریزه ها موجودند که اکثری کل آنها مسلمانند. بیش از 30 میلیون نفر فراریان مسلمان بر اثر جنگ های شهروندی وطن اصلی خود را ناچار ترک نموده در کشورهای بیگانه با خواری و ذلت عمر به سر میبرند. تجربه نادری حکومت تاجیکستان در مسئله بازگردانیدن فراریان و در مملکت فراهم آوردن فضای صلح و آشتی چون سیاستی بی‌قرینه دولتداری از جانب سازمان ملل متحد و بسیار مملکت‌های جهان مورد آموزش و تبادل نظر قرار گرفته است. مسئله مهاجرت تاجیکان و ترک وطن کردن آنها به نظر من یکی از مسئله های مهمی است که علم تاریخ شناسی معاصر باید به آن رو آورد. چندی پیش مقاله مورخ نمایان تاجیک منصور باباخانوف را خوانده بودم که مسئله مهاجرت و ترک وطن کردن تاجیکان را به چندین دوره ها تقسیم کرده آغاز آن را از آوان اصطلاح عرب می گیرد. به پنداری من آغاز مهاجرت و ترک وطن کردن سر اجداد تاجیکان در دوره با امپیری هخامنشیان متحد شدن سرزمین باختر و سوخت و مرو و خوارزم عصرهای 6-5 تا میلاد می باشد. سالهایی که در تاجیکستان جنگ شهروندی اوج می گرفت و گریزه های دهشت زده خود را به هر کوی و در می زدند و از سرحد افغانستان عبور می کردند، در لوح خاطرم نقل‌های تعقیبات سالهای انقلاب و آمدن عسکران سرخ حکومت نوبنیاد شوروی زنده می شد. از مقایسه این دو دلیل عجیب تاریخی به شگفت افتاده اندیشه می کردم که در لحظه های فاجعه بار تاریخی رو به فرار آوردن تاجیکان و ترک وطن نمودن آنها امری تصادف است یا یگان ریشه تاریخی دارد. برای پاسخ یافتن به این سؤال ناگهانی فرو نشاندن درد و الم و تسکین دل باز به اختیار رو به کتاب تاجیکان باباجان غفوروف آوردم. اتفاقاً در صحیفه های این کتاب دقت مرا اسیان فرد از مرو بر ضد هخامنشیان جلب نمود. موافق شهادت کتیبه بی ستون که دوره مبارزه های شدیدی به تخت شاهنشاهی ایران نشستن دارای یکم سال 522 تا میلاد را فرا می گیرد، هنگامی فرو نشاندن این اسیان 55,000 کس کشته و 7,000 کس اسیر گرفته شده است. سروری آشوبگران فرد را زنده به زنده پوست کنده سرزمین آباد و شکوفان را به خرابزار تبدیل می دهند. دیرتر دارای یک در سال 3 سلطنت خود سال 519-518 تا میلاد باز به سرزمین اجدادان گذشته ما سکایی های تیگر خود لشکر کشیده بعد محاربه های شدید آنها را شکست می دهد. یک لوحه جالب مبارزه دلاورانه سکایی ها بر ضد لشکری دارای یک کارنامه شیرک می باشد. هنگامی که دارای یک با فوج لشکری سیرشمار به مقابل سکایی ها روانه شد، با اردوگاه او شیرک نام چوپان با سر و روی پرجراحت
دست و پای معیوب و گوش و بینی بریده آمد. شیرک عرض کرد که هموطنانش او را به این احوال رسانیدند و آماده است که همچون راه بلد لشکری دارا را به عقیبگاهی سکایی ها رساند. او هفته قشون فارس ها را از راه و بیراه پیش برده به یک بیابانی پهناوری بی آب و گیاه می رساند که عاقبت سربازانی سواره و پیاده دارا به هلاکت می رسند. فاصله کوتاهی مبارزه های شدید و آشوب های پیاپی مرا به اندیشه آورد که خواه و ناخواه مهاجرتی اجباری و ترک وطن کردن سر اجداد گذشته تاجیکان از تعقیب لشکری استیلاگران محض در آوان کشورکشایی و سرزمینی باختر و سوخت و مرو و خوارزم را ضبط نمودن هخامنشیان ابتدا گرفته است. سپس در دوره استیلای اسکندر مقدونی و استیلای عرب ترک وطن کردن سراجداد تاجیکان و به هندوستان و چین رختی سفر بستنی آنها اوج می گیرد. تا کدام اندازه زمینه علمی داشتن این قضیه را به مؤرخان واگذار می کنیم و می افزاییم که تاریخ گذشته دولتداری و راه پیموده ملت را دانستنی هر فرد تاجیک و تاجیکستانی برایشان چقدر سبقهای خاطرمان و پندهای عبرت‌آموز داده می تواند. محض همین سبقهای تاریخ باعث گردید که ما راهی وحدتی همگانی و صلح و سازش را پیش گرفته ملتی جفا کشیده تاجیک را از ورطه نابودی رها بخشیم، فراریان اجباری را به وطن بازگردانیم، دسته های نظامی مخالفین را با لوازمات و مهمات جنگیشان آورده تدریجاً به هیئت قوه های نظامی متحد سازیم، به نمایندگان اتحاد مخالفین تاجیک در هیئت حکومت و مقامات دولتی 30% وظیفه های مسئول را جدا نماییم. این عمل میل و خواهش فردی این یا آن شخص نی، بلکه حکم عادلانه تاریخ بود که دولتی صاحب استقلال ما را از ورطه فناشوی نگاه داشته راه و روش آینده دولت سازی و دولتداری را برایمان معین نمود. یاد دارم که هنگام گفت و شنید و محاکمه مسئله های گوناگون با نمایندگان مخالفین چندین نفر از جانب حکومت از بهانه جویی، خردگیری، شرطهای بیجا و نازونوزی مصاحبان به قهر و ستیز آمده حیران می شدند که چرا سروری دولت با چنین اشخاصی به نازکی سیاست و دولتداری نابلد صلح و صلاح و سری آشتی می جوید. حتی در هیئت حکومت بودند شخصانی که نهانی یا آشکاره سیاستی پیشگرفته سروری مملکت را طرفداری نمی کردند، او را به ترسانچکی یا خیانت عیبدار می نمودند و بعضاً تخمین می زدند که راهبری دولت با دسته های مخالفین زبان یک کرده در دل عزم و نیتی نابود ساختنی سرکرده های فرانت خلقی را دارد. ولی خدا شاهد در همه لحظه های مشکل و بیبراری ها سبق های تاریخ، سبق های شکست و پیروزی های دولتداری تاجیکان، سبق های گرفتاری پراکندگی و فاجعه های ننگین گشتنی ملت تاجیک و تجربه تلخی سرزدن و عاقبت مدهش جنگ شهروندی در تاجیکستان مرا راهنمایی می کرد، امید می بخشید و تسکین می داد. تاریخ استقلالیت سیاسی ما هنوز هم صحیفه های ناروشن و گره های ناکشاده زیادی دارد و معمایی از همه بزرگترش آن است که
اکثر اشتراکچیان آن علل خصوص جوانانی بی تجربه از آغاز تا انجام جنگ بازیچه دست دشمنان داخلی و خارجی ملت تاجیک بودند. هرچندی بسیار قلم به دستان در داخل و خارج کشور از سرنوشت پرفاجعه خلق تاجیک و تلاش و نبردهای شدیدی رسیدن به استقلال بسیار کتاب و رساله ها نوشتند. حادثه و منظره های تاریخی اساساً از نگاه منفعت های سیاسی یگان شخص، یگان حزب یا دایره محدودی آدمان منصب پرست و قدرت طلب ارزیابی گردیده آهنگ خود سفید کنی، منفعت جویی و خودنمایی دارند و از تحلیل و نتیجه گیری های تاریخی و خلاصه های سالم و بیغرضانه علمی کم بهره بردند. از این رو به مورخان و سیاست شناسان و ادیبان نقطه سنج لازم می آید که زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی استقلالیت ملی و دولتداری نوین ما را همه جانبه آموزند. سبقهای استقلالیت را با گذشته های دور و نزدیک مقایسه نمایند. به حادثه های روی داده از سطح اختلاف های داخلی جمهوری و برخورد منفعت های گیوپولیتیکی کشورهای ابرقدرت در تقسیم بازار جهانی انتهای عصر 20 بها دهند. برد و باخت ما را در عرصه سیاست منطقه جداگانه، حوزه و اتحادهای مختلف جهانی، تمدنهای همزبان و همجوار و نیروهای داخلی و خارجی مرکزگریز و مرکزگرا تحلیل نمایند. امروز ما باید صلح و سازش و موافقه حاصل شده را چون گوهرکی چشم حفظ نموده پرده را از روی منافقان و بدخواهان ملت برداریم. هنوز هم دشمنان داخلی و خارجی امیدشان را از ناآرام نمودن و به گرداب مبارزه های نوبتی تیله دادن مردم تاجیکستان نکندند. آنها فرصت مناسب می جویند شکل‌های مبارزه اشان را وابسته به شرایط دیگر می کنند. از واسطه های نوبنوی ترغیبات ایدئولوژی و جدای اندازی کار می گیرند. از این رو منفعت های گیوپولیتیکی، رقابت دولت های ابرقدرت و تلاش های آشکار و نهانی کشورهای قدرت طلب ما را وادار می سازد که زیرک و پختکار باشیم، به فاجعه نوبتی ملت راه ندهیم، همه گونه دسیسه و اغوا و کوشش های جدای اندازی را سرکوب نماییم. جامعه شناسان و سیاستمداران و اقتصاددان های امروزه ما باید از فضل فروشی و سخن پردازی های بیسود و فرض و تخمین های از دهان مانده دست کشیده سطح ترقیات، سمت های مهم استراتژی اقتصادیات و استحصالات، وظیفه های نوبتی ساحه های تقدیرساز جمهوری را در اساس طرح‌ریزی برنامه های مکمل ترین علمی، تحلیل و نتیجه گیری و خلاصه برآوری های وسایط نوترین اطلاعاتی و سیستم اداره کنی و کارگزاری پیشنهاد نمایند. شنونده های گرامی، شما گفتاری دویم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجندقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.